روز 2 دکامبر سال 2023 کارمندان پلیس مترو شهر سنت پترزبورگ روسیه که در یک ایستگاه متروی لمنوفسکیا نفبرداری می‌کردند هنگام تفتیش اسناد یک شهروند 23 ساله تاجیکستان معاین کردند که او با درخواست مقامات تاجیکستان تحت جستجوی فدرالی قرار داده شده است. در تاجیکستان به ضد این جوان تاجیک بر اساس ماده مشهور 307 علاوه 1 قسم دوم با اتهام دعوت‌های اکستریمیستی یا سفید کردن اکستریمیسم توسط مطبوعات یا اینترنت پرونده جنایتی گشوده بودند. کارمندان پلیس جوان تاجیک را دستگیر کرده به شعبه پلیس رقم 10 در نویه نیوه بردند و در آنجا او را به حبس گرفتند. تا زمان بررسی پرونده استردادش این جوان تاجیک پشت پنجره باقی میماند. بنا به خبرها پلیس پترزبورگ علاقه تشبسکار جستجوی این جوان یعنی مقامات تاجیکستان را از بازداشت این نفر تحت جستجو خبردار کرده است. احتمال اینکه او را به تاجیکستان میسپارند خیلی زیاد است، چون که مقامات حفظ حقوق روسیه در مورد تعقیب و بازداشت و سپردن آنهایی که مقامات تاجیکستان به جستجو میدهند، به خصوص اگر اتهامات ضد آن نفر سیاسی باشد، همکاری تمام نشان میدهند و در سالهای آخر ده نفر تحت جستجو از جمله شخصیت‌های مشهور را در قلمرو خود دستگیر کرده به تاجیکستان استرداد کردند. به این جوان در تاجیکستان بر اساس قسم دوم ماده 307 علاوه 1 برای دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی، افراطگرایی یا سفیدکنی عمومی اکستریمیسم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. در وقتهای آخر در تاجیکستان مقامات نه فقط برای لایک و شرح گذاشتن در زیر ویدیوهای مخالفین، بلکه حتی برای تماشای برنامه‌ها و سر زدن به سامانه‌هایی که حکومت تنقید میکند با همین ماده 307 پرونده های جنایتی میکشایند. اکثر این پرونده ها برای تماشا یا شر و لایک در زیر برنامه های کانال اصلاح محمد اقبال صدرالدین کشوده شدند. با جرم به این منتقد سرسخت حکومت رسانیدن خبرها در تاجیکستان، چندین نفر از جمله تقریباً 10 منصبدار دولتی محکوم به زندان هم شدند.